اون عده کسایی که تا دیروز با سر خداوند ریشخندی میکرد میخندید. نگاه اینجا همه چیز شماره بندی کرده، فقط خداوند در نقطه آخر گفتن خداوند که است زیرو است، صفر هستن، صفر. و امروز که است بالا از غضب خداوند خلاص شدنی نیست. بریم ویدیو رو ببینیم که اینا چی خنده هایی که So much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. No surprise in this godless town. گوش کردین که گفتن خداوند که است زیرو منشن، یعنی آدم صفر هستن، یعنی یک نفر نول صفر هستن. و ببین که این خداوند بعد 2 روز بعدش چی غضبی رو سر اینا آوردن که هزارها منشن، هزارها انسان، هزارها فویل و هزارها آتش نشانی رفتن، آتش خاموش نمیتونن. پس خداوند رو دست کم نگیره از نمد خداوند. یعنی اینقدر خداوند بزرگه که حالا خود خداوند تا این آتش خاموش نکنه، ولو که انسانهای روی زمین تمامشان برای این آتش نمیتونه خاموش کنه. حالا میبینی که تمام شهر لاس آنجلس و کالیفرنیا که هست در به حال سوختن هستن. یعنی چی؟ سر خداوند ریشخند زدن و خندیدن، ها 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 خندیدن. خداوند که میگه صفر هست، الله که میگه صفر هست، نول. پس الان میبینی غضبشو. خداوند اینقدر بزرگ، قربان اون خداوند بشم. ولی ویدیو رو هم لایک کنین و صفحه ما رو هم فالو بگیرین که این ویدیو به دست اون خدا بی‌خبرا برسن، به دست اون خدا او کسایی برسن که خداوند را به صفر چیز کردن، مبدل کردن به صفر. ویدیو رو حتما لایک کنین، شیر کنین که به دست اون خدا بی‌خبرا برسن. ببین قدرت خداونده.